را می‌بیند و برای آنها کار می‌کند و همیشه نیز خود را وامدار شهدا می‌داند. اینها بخش‌هایی از مطالبی بود که در مراسم پاسداشت جناب آقای علی محمد مؤدب شاعر خوب کشورمون مطرح شد که عرض کردم در بعضی از روزنامه‌های امروز هم به طور مفصل و مشروح درباره این مراسم گزارش‌هایی رو منتشر کرده بودند و امروز ما افتخار داریم که در برنامه صبح با خبر در خدمت این شاعر عزیز و دوست داشتنی باشیم. جناب مؤدب سلام، صبح شما بخیر. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و ملت عزیزمون و در خدمتتون هستم. خیلی متشکرم. یک مطلبی رو شما خودتون در این مراسم عنوان کرده بودید که دوربین‌های خبری باید به سمت فرهنگ بچرخند. منظور چی بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ماجرا اگر دوستانی که حالا جدی در حوزه‌های ادبیات و این حوزه ها کار میکنن خیلی با این درد آشناترن. هر پدیده‌ای برای تولید خودش نیاز داره به یک نوعی بازار و بازار مبتنی بر خلاصه عرضه و تقاضاست. متاسفانه در یه حوزه هایی مثلا فرهنگ، ادبیات، مثل علم خیلی تقاضا محدوده و دلیلش این هست که اصولا تقاضا باید ساخته بشه. یعنی شما مثلا اگر در حوزه پوشاک، در حوزه خوراک تقاضا به طور طبیعی وجود داره و همه احساس میکنیم، ولی مثلا در حوزه ادبیات این تقاضا رو به این سادگی احساس نمیکنیم، با اینکه مثلا خیلی استفاده میشه. اگر جایی مثلا کالای ادبی حالا با این تعبیر عرضه میشه، دلبستگی زیاد هست توی فضای خودش. مثلا در مجامع دانشجویی اگر یک شاعر خوبی مثلا بعد شب شعر بماند 4 ساعتی، واقعا من بسیار دیدم که بچه‌ها از اطراف ایشون پراکنده نمیشن و میشینن ساعت ها مثلا با این آدم حرف میزنن، شعراشو میشنون، حرفاشو میشنون. این نیاز وجود داره وقتی که عرضه و معرفی درستی میشه و میبینند، میشناسند، بعد خب طلب و عشق و نیاز پدید میاد و خب بعد میبینی همون ها مثلا کسانی که در شب شعرها در جاهای شاعر رو دیدن مشتری های کتابش هم خواهند بود سالها، یا اینکه مثلا هم دوره دانشگاهی بودن یا به دلیلی مثلا دیدن. این اتفاق متاسفانه خیلی همین جوری میفته دیگه، یعنی خیلی اتفاقی و به ندرت حاکمیت با برنامه نیست. مجموعه دستگاه حاکمیتی وظیفه‌شون بازارسازی برای حوزه‌های علم، ادبیات و فرهنگ هست. یعنی این باید جدی‌ترین کارهایی که باید بکنن اینه، چون اگر قرار است که یه تمدنی خودش باشه و به حساب دچار آسیب‌ها و آفت‌ها نشه، هویت خودش از دست نده، جدی‌ترین جاهایی که باید ضریب بگیرن مثلا حوزه است به نام ادبیات که بعد هنرهای دیگه از او همه ارتزاق میکنند و به هر حال تولیدات خودشون رو مبتنی بر یه ادبیاتی انجام میدن، ولی ما این رو نمیبینیم. حالا توان حاکمیت برای این کار در جاهای مختلفی امکانش هست، از آموزش پرورش که از مهمترین هاست که نباید بازی این نوع باشه که مثلا بچه ما بره اونجا و نمره بگیره و بیاد و یک مدل خلاصه همین دکور که مدرک گرایی و اینها نتیجهش میشه. وقتی که نظام آموزشی وارداتی است به تمام معنی کلمه، نتیجهش میشه این که مثلا در گلش، در اون جایی که خیلی درخشش داره، ما بازی به نام کلاس کنکور و اینها رو شاهدیم که یه جایی من گفتم دانشگاه‌های ما مثلا مشکل دارید، دوستی گفت یعنی به نظر شما مشکل دارن؟ گفتم یعنی به نظر شما مشکل ندارن. وقتی که ورود به دانشگاه یه همچین بازی عجیبی مثلا کپکی به نام کلاس‌های کنکور و اینها به این وسعت و حجم که خیلی عجیب هست و شگفت هست و بهترین ساعت‌های عمر جوان‌های ما رو میگیره. یعنی یک کسی که مثلا کلاس دوم سوم دبیرستان میره دیگه میره تو اردوهای آمادگی برای کنکور و مثلا 7 صبح تا 8 شب میخونه، بعد دیگه میخوابه، یه سرعتی باز بیدار میشه، باز میخونه، باز میخوابه. خب این طبیعی نیست. یعنی یه جوان تو اون سن باید دنیا رو بشناسه، ببینه و یه بخشش هم چیز باشه. وقتی که ما
با یک طراحی غلط، یعنی همچین بازاری مثلا برای یه سری جزوه و که اینها ساختیم، قطعا طراحی های درست در آموزش و پرورش، در آموزش عالی، در خود رسانه های مکتوب، رسانه های به قول دیداری و اینها، میتواند بازارسازی جدی برای ادبیات و علوم ما داشته باشه. من فقط تو این بخش اشاره بکنم به بخشی از مقدمه کتاب ارزشمندی به نام واره از استاد دکتر مرتضی فرهادی، مردم شناس برجسته معاصر. ایشون اینجا یه درد دل مؤدباً که این بحثمون نیمه تمام نمونه، چون قبل از گفتگو با هم صحبت می‌کردیم و خیلی تاکید داشتیم که بخوایم ما به بخش خبری داریم نزدیک میشیم. اجازه بدید خبر رو ببینیم. این مقدمتون و این مقدمه این کتاب که می‌خواید بخونید و بعد از خبر بیشتر در موردش با هم دیگه صحبت بکنیم که